سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 27 مارس در خدمت شما. در شهر کابل پایتخت افغانستان امروز جشن بینالمللی نوروز برگزار شد که در آن امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و حسن روحانی همتای ایرانی او شرکت داشتند. امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در این جشن از مردم افغانستان خواست که یک پارچه شوند و کشورشان را آباد کنند. او خواستار تقویت همکاری ها شد و افزود بنیاد راههای آهن از طریق افغانستان و تاجیکستان به منفعت مردم منطقه خواهد بود. در این جشن که در یک ارک محتشم در کابل صورت گرفت، در مجموع نمایندگان از 9 کشور همسایه به افغانستان و کشورهای منطقه شرکت کردند. در شهر دوشنبه در یک همایش بین‌المللی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان خطرهای موجود به امنیت در کشورهای آسیای مرکزی و اوراسیا را بررسی کردند. بعضی از مقامات رسمی و تحلیلگران از روسیه و تاجیکستان و افغانستان در این نشست گفتند ممکن است بعدی افغانستان را ترک کردن نیروهای خارجی تا آخر امسال اوضاع در این کشور بدتر شود. در همایش که روز 27 مارس با مساعدت مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه صورت گرفت، راههای تقویت پاسبانی مرزهای تاجیکستان و راههای جلوگیری از بی‌ثباتی در کشورهای منطقه نیز بحث شد. در تاجیکستان به سبب کم شدن مجرای آب به آب انبار نورک، تقسیم نیروی برق به مؤسسه و خانه‌های مردم را نهایت کم کردند. در بعضی از ناحیه‌های کشور حالا در یک شبانه روز تنها 1 ساعت و حداکثر 2 ساعت نیروی برق می‌گیرند. یک نماینده شرکت برق تاجیک روز 27 مارس بر رادیو آزادی گفت پایان آمدن حرارت در تاجیکستان مجرای آب را کم کرده است و از این سبب نیروگاه نورک به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی کند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند با گرم شدن هوا و بالا رفتن سطح آب در رودخانه ها، تأمین مردم با نیروی برق بهتر می شود. زنان صاحبکار آسیای مرکزی و افغانستان روز 27 مارس در شهر دوشنبه جمع آمدند و دستاورد و مشکلات همدیگر را بررسی کردند. در این همایش که با مساعدت بانک اروپایی با ساخت و رشد 2 روز در کتابخانه ملی تاجیکستان ادامه می‌کند، مقامات رسمی گفتند در تاجیکستان سال 2013 بیشتر از 265,000 صاحبکار و تاجر کار می‌کردند که در بین آنها 160,000 نفرشان خانمان هستند. و گفته حاضران نشست، دانش ناکافی زنان و هم مانع‌گذاری در اداره‌های دولتی در کشور منطقه از جمله مشکلات است که نمیگذارد زنان هرچه بیشتر بر عرصه صاحبکاری وارد شده زندگی خود و خانواده‌هایشان را بهتر کنند. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیو در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.